بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و رسول المسدد و المصطفى الامجد ابو القاسم محمود احمد محمد و علی اثرته الطیبین الطاهرین المعصومین المكرمين والمقدسين امام الامين وعلى اطرته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. میم ها میم دال الموعود والامام العصر المشهود الحمید المحمود محمد مهدی الموعود. امروز مباحثی را خدمت عزیزان میخواهم مطرح کنم که اینها مورد سوال قرار گرفته بارها و بارها و در موردش کتاب ها نوشته شده، بحث ها شده و چیز جدیدی نیست که من خدمت شما عرض میکنم. این فقط نگرش بنده است به مسائلی که در اطرافم میشنوم و میبینم و از همه عزیزان تقاضا دارم که در مورد این که من چه شخصیتی دارم، آیا من انسان گناهکاری هستم یا نیستم، که هستم یا هر که هستم، برای اینکه موضوعاتی که مورد بحث قرار میدهم ممکن است دوستانی را آزار بدهد از نظر فکری و اونها رو دچار شبهه بکند، بنده میخواهم به خدمت شما عرض کنم که این که من چه هستم و که هستم را موضوع قرار ندهید، برای اینکه موضوع بحث مطالبی است که اگر حضرت حق اجازه بفرماید بنده به تفصیل صحبت خواهم کرد. اینها موضوعاتی است که موضوعات حق است، تا اونجا که بشود و بتوانم، در توان من هست و در خاطرم هست، از مدارک صحیح که اصل مدرک من قرآن است که معجزه زنده حضرت حق است در روی کره زمین. ما چیز دیگری نزدیکتر به حضرت حق از وجود مقدس قرآن نداریم در روی کره زمین و اصل مدرک من قرآن خواهد بود در حدود فهم و نگرش خودم. اینی که در مورد حکومت اسلامی که امروزه خیلی از اقوام مسلمان ادعا میکنن که اونها بانیان و طلایه‌داران حکومت اسلامی هستند، یکی از موضوعات اصلی است که میخواهم انشاءالله بحث کنم خدمت عزیزان که حکومت اسلامی، خیلی از روحانیون در جامعه روحانیت شیعه و بالاخص جامعه سنی، اینها اصولا اعتقاد به حکومت اسلامی ندارند. یعنی میفرمایند که حکومت اسلامی همون حکومت مردمی است که پایه
قوانین حکومتی بر اساس شریعت اسلام و سنت پیغمبر پایه‌ریزی می شود و انجام می شود. حالا ما در این مقوله در بین شیعه و سنی اختلاف زیاد است، اختلاف فکری، اختلاف نگرشی زیاد است که هیچ کدام از اینها دلیل نمی شود که مسلمانان با یکدیگر دشمنی کنند. این یک پدیده پلیدی است که در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است که البته قرآن هم در زمان حیات پیغمبر اشاره می کند که امت تو به دسته های مختلف تقسیم خواهند شد، به شیعیان تبدیل خواهند. این شیعه‌ای که در قرآن آمده است، خب دوستان اهل سنت میگویند همین شیعه‌ای است که امروز وجود داره، از شیعه‌ای که خارج شده است از دین. این همون شیعه، همون شیعه‌ای است که در قرآن آمده. که در حقیقت یک اتفاقی اینجا افتاده است. به نظر من این گونه میبینم اونچه که امروز به نام شیعه مطرح است در واقع همون شیعه‌های قرآن است، اما آنچه که به اسم اهل سنت مطرح از خود شیعه است. اون شیعه است که از مسیر خارج شد، اون هم شیعه است، اون هم همون خط انحرافی است. در جامعه اسلامی که از عربستان سعودی شروع می شود، این داستان جامعه اسلامی از عربستان شروع می شود، محل وجود مقدس پیغمبر شروع می شود که البته خود اسلام عزیزان مشرف هستند بر این مطلب که خود اسلام خب دینی است که اسلام دین حضرت ابراهیم است. در قرآن می‌فرماید که ابراهیم شما را ملت اسلام خطاب کرد، شما را مسلمان خطاب کرد. ابراهیم شما را خطاب کرد به این نام مسلمان. خداوند داره به اهل دنیا میگه، به اهل امروز ما بهشون میگیم یهود میگه، امروز ما بهشون میگیم مسیحی میگه. خداوند میفرماید شما حضرت ابراهیم که پیغمبر پدر پیغمبران شماست، حضرت ابراهیم شما رو مسلمان خطاب کرد. یعنی امروز ما فقط ناممان تغییر کرده است، یهودی، مسیحی، مسلمان. ما همه مسلمانیم چون ما از امت ابراهیم هستیم، ابراهیم سلام الله علیه. حالا که البته به خاطر تعصب و انحرافی که در معانی پیدا شده متاسفانه، امروز وقتی این بحث رو مطرح میکنیم با دوستان مسیحی و یهودیمون، اینها بهشون فوری غضب میکنن که یعنی چرا ما مسلمانیم، چرا شما یهودی نیستید؟ که خب توضیحش این است که برای اینکه ابراهیم ما را مسلمان خطاب کرد. ابراهیم قبل از ما و شما، ابراهیم قبل از پیغمبر شما که موسی باشد قبل از اون بود. ابراهیم ما رو مسلمان خطاب کرده. حالا ما چرا بگیم که چرا ابراهیم ما رو مسلمان خطاب کرده، چرا یهودی خطاب نکرده؟ برای اینکه یهودی یک قومی است، دین که نیست.
که پیروان یهوه هستند، دین است، ولی قوم یهود است، قوم بنی اسرائیل است، فرزندان اسرائیل هستند. اینا یک قوم هستند، چون یک قوم هستند که مذهب نیستن، که اون چیزی که متعلق به اونهاست. اگر ما بگوییم که چرا یهودی نیستیم، چرا مسیحی نیستیم، اینها ادیانی است که اسمهایی است که بر این پیروان این پیامبران که حضرت عیسی و موسی باشند انتساب شده. به اینها گفتن مسیحی، یعنی کسانی که پیرو مسیح هست. به اونها گفتن یهودی، کسانی که پیرو مذهب یهوه هستند، خدای یهوه که همون الله هست. خب حضرت ابراهیم ما رو مسلمان خطاب کرده است. ما اگر پیروی از دینمون رو بکنیم، همه مسلمانیم، همه پیرو به دین ابراهیم سلام الله علیه هستیم. سلام الله علیه هستیم. به هر صورت مطلبی که میخوام بگویم خدمت عزیزان این است که در دین واقعا دشمنی کردن، مطمئن باشید وقتی که در دین، وقتی که شما اهل دین هستی، وقتی که شما ایمان به خداوند داری، ایمان به روز قیامت و جزا داری، دشمنی کردن با اهل ایمان، با کسانی که اعتقاد به خدا دارند و اعتقاد به قیامت دارند، یعنی کسانی که در اعمال خودشون نگاه میکنن، مراقبه میکنن، در حد امکانشون، در حد علمشون، در حد آموخته هاشون. ما میتوانیم یک اتحاد ایجاد کنیم به جای دشمنی، برای که ما همه پیرو یک حقیقتیم، اگرچه با زبانهای مختلف و با نگرشهای مختلف میگوییم، اما حقیقتی که ما پیروی میکنیم یکیست. این رو بارها و بارها علما بحث کردند، گفتند حقیقت یکیست. ما اصل مطلب را که همون ایمان به خداست و مراقبه از عمل ما در عالم دنیاست، که عمل بد نکنیم، گناه نکنیم، زشتی نکنیم، حرف زشت نگوییم، عمل زشت نکنیم. اینها پایه های دین اسلام است، از زمان ابراهیم سلام الله علیه تا زمان رسول الله صلوات الله علیه. این پایه دین اسلام است. پاک زیستن، پاک گفتن، پاک فکر کردن، پاک عمل کردن، از زشتی ها به دور بودن، گناه نکردن، غیبت نکردن، دزدی نکردن، خیانت نکردن،
تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نکردن، احسان کردن، محبت کردن، گذشت کردن. پایه دین ما این است که همون پایه دین حنیف، دین پاکی، دین پاکیزگی، پایه دین اسلام این است، پایه دین مسیحیت امروزی این است، پایه دین یهودیت همین است. ما چیز دیگری نداریم، این پایه دین ماست. این شاخه ها و برگ هایی که بر اون در طول سالها و قرنها و هزارها اضافه شده بر دین، بر این پایه استوار که حضرت حق است، اینها نباید موجب بشود که ما در مقابل یکدیگر بایستیم، حتی از یکدیگر تنفر داشته باشیم، حتی انقدر به خودمون جرأت بدهیم و انقدر کار خود را تعبیر به خیر بکنیم که دست به قتل یکدیگر بزنیم به نام اعتقاد به دینمون، به نام خدا. این پلیدترین چیزهایی است که شیطان قسم خورد دیگر، قسم خورد و به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصین، کسایی که خالصن، کسی که خالص است و مخلص است در دین، او کسی است که این پایه اصلی رو فراموش نکرده، دوری از زشتی ها رو فراموش نکرده، نزدیکی به خوبی ها رو فراموش نکرده، عمل به خیر را فراموش نکرده، گذشت و محبت را فراموش نکرده. اونها مخلصین هستن، خالص دینشون دیگه، سیاست توش نیست، خالص است، حکومت توش نیست، خالص دین، خالصه. و من به یقین ایمان دارم که در میان جامعه مسلمانان، همه رو میگم، باز تأکید میکنم، وقتی من میگم مسلمانان، از یهودی و مسیحی و مسلمان همه رو میگویم، در بین ملت دنیا که بیشترشون مسلمان هستند، انسان مخلص زیاد هست، انسان مخلص زیاد هست، اما به واسطه اینکه عالم دنیا همیشه این گونه بوده است که آن که اهل دنیاست و اهل قدرت است و اهل حکومت است، لاجرم سعی بیشتری می کند که صاحب دنیا باشد و به خاطر همین حکومت ها معمولا به دست کسانی است که بیشتر اهل دنیا هستند، برای دنیا بیشتر سعی و تلاش دارند. حالا اینها ادعاهای مختلف می کنند، ادعای برای برقراری دموکراسی، ادعای دموکراسی می کنند، ادعای حکومت اسلامی می کنند، ادعای جانشینی خدا می کنند. همه اینها همون اله هستند دیگه، این حکومت و قدرت و اینا همه الهه. همینجاست که میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از همینجاست. این اله ها رو کسی میتواند کنار بگذارد؟ اون کس خالص باشد،
دینش آغشته به دنیا نشده باشد. اگرچه در این دنیا زندگی میکنن، اینطور نمیگویم که خدمت شما در این دنیا باشی، بری یه گوشه در زهد خودت رو ببندی و دائما مراقبه کنی و منزوی بشی از دنیا. خب اونم سخته، اما خیلی راحت تره که در عالم خودت غوطه‌ور بشی و با عالم دنیا کاری نداشته باشی و هیچ تمپتیشنی، هیچ هوس و فشاری از دنیا بر روی تو نباشد، در یک گوشه بتوانی مراقبه کنی. خب میگم اون هم سخته، نمیگم اون آسونه، اون هم سخته، اما این یکی سختره، اینکه در این عالم باشی و بتوانی در این عالم مسلمان زندگی کنی. اون شخص و اون طرز تفکری است که شیعه واقعی که امروز خودش رو شیعه میگه، یا اهل سنت واقعی که خودش رو میگه من اهل سنت پیغمبرم، شیعه و سنی هر دوشون اگر اهل حق باشند صحیح است. اون که بگیم این شیعه از این سنی فرقی نمی کند، اهل حق باید باشی، اون پایه دینت باید سالم باشد. پایه دین چی بود؟ پایه دین همه اون خوبی ها بود و دوری از همه بدی ها بود، به زبان و به چشم و به دست و به گوش و به عمل و به قدم و به فکر. و خوبی به زبان و به چشم و به فکر و به عمل و به دست و قدم، از هر جهت گذشت و رحمت، احسان، اینها پایه دین ماست. اگر اهل حق باشی و پایه دینت سالم باشد، مسلمانی. وگرنه یا شیعه هستی یا سنی. و اسم شیعه و سنی هیچ نفعی برای کسی ندارد. چرا نفعی ندارد؟ برای اینکه حضرت حق به ما از پیش فرمان را صادر کرده است. و من یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینم یکی از اون پایه های اسلام است. کار خیر کردی به اندازه یک سر سوزن خواهی دید جزاش را و جوابش رو خواهی دید. کار بدم کردی به اندازه یک سر خردل، ذره خردل یا یک سر سوزن، ما میگیم حالا در زبانمون، جزاش رو خواهی دید. این پایه دین ماست. دین سخت نیست. حالا شما فکر کن به این، در قلبت به این کلمه حضرت حق ایمان داری، به واقع در یک جای داری کار میکنی، یه عملی داره انجام میشه یا از شما یه عملی رو میخواین انجام بدین که شما در قلبت میدونین عمل بدیست. اگر ایمان به همین یه آیه حضرت حق داشته باشی، چی؟ اون کار بدو نمی کنی. به همین سادگیست. حالا شاید اگر اون کار بدو نکنی به ضررت تمام بشه، واسه مهم نیست، واسه اینکه واسه ایمانت مهمتره. چیزی که حضرت حق به فرمان داده واسه مهمتره. وقتی اینطوری باشی مسلمانی.
میتونی اسم خودتو بذاری حزب الله، میتونی اسم خودتو بذاری محمد احمد عبدالله، میتونی اسم خودتو بذاری علی، هرچی اسمتو بذاری بذار اسم خودت امام محمد مقصود. اسم خودتو بذار نمیدونم شاه عنقا. اسم خودت رو بذار کلب العلی. مگر فرقی میکند؟ مگر به نام است؟ مگر به لباس است؟ مگر به ظاهر است؟ مگر به ریش و محاسن است؟ مگر به حرف است؟ و من یعمل مثقال ذره شر. اون چه که عمل میکنی عمل شماست که به شما برمیگردد، حتی به اندازه یک سر سوزن، یک دانه خردل. عمل. امروز من نشستم اینجا دارم برای شما سخنرانی میکنم و البته من خودم متوجهم، اولش هم خدمتتون عرض کردم، مطالبی رو که من عرض میکنم، من سخنرانی نمی کنم که شما رو نصیحت کنم. من دارم فقط یک سری مطالبی که حق است مطرح میکنم. اراده ای هم نمی کنم که مضمون کلام زیبای حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه که کلمت و حق یراد بعد. اراده ای هم نمی کنم. من فقط وظیفه من این است که یک سری مطالب حق رو به زبان بیارم. اونی که اهل حق است میشنود و از اون نتیجه را که باید بگیرد میگیرد. و دوباره این رو من مطرح میکنم، برای این که من چه هستم و که هستم زیاد مهم نیست. خذوا العلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خذوا العلم ولو من ید الکافر. اگر حتی من کافرم ولی مطلبی را، علمی را، علم یعنی چی؟ یعنی هر چی که حق است علم است. یعنی علم باید حق باشد. علم امروزی اگر حرفی نمیشه دیگه، فکت میخواد. ساینس امروز میگه آقا به من فکت بده، به من نشون بده، مثال بیار برام، برای من فرمول بذار اونجا، برای من نمونه بذار که من اون نمونه رو تجزیه تحلیل کنم بگم حرف تو درسته. من دیگه قبول نمی کنم. بنابراین علم اون چیزی که حق است، حقیقت داره. خذوا العلم ولو من ید الکافر. حتی دست کافرم اگر علم رو دیدی بگیر، خوبه واسط. بنده حالا این مطلب رو قطع میکنم، دیر وقت است دیگه. ادامه مطالب رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون مزاحم خواهم شد. خدا حافظ شما.